خب دوستان عزیز سرود رو باز می‌دارم اینجا یک زنگ است. سلام علیکم. شما رو میشنویم. روزتون بخیر شده. در پخش مستقل قرار دارید. علیکم سلام. بار دیگر سلام علیکم. شما در پخش مستقل قرار دارید. خود رو معرفی می‌کنید. از خجسته کدام سرود؟ خجسته همراه مدینه؟ خب از کجا زنگ میزنید برادر عزیز؟ خود رو معرفی میکردید. بختیار. با چی کار مشغول استراحت دارید و در کار هستید؟ استراحت نمیکنید؟ روزی چی؟ روزهای یک شنبه؟ خب من حتما سرودی درخواستی شما رو پخش میکنم و میدونید بختیار بعد از 2 دقیقه و 30 ثانیه بعد دیگر بخش سوال و جواب شروع میگردد. مکافات پولی بخش سوال و جواب 7500 روبل روسی است. 7500. خب اگر خواهشتون باشد بعد از 2 دقیقه و 30 ثانیه الکی بخش سوال جواب رو شروع میکنیم. میتوانید که شرکت کنید. 4 سوال است. وقت جدا میگردد. برای فکر کردن برای هر جواب هر سوال 30 ثانیه وقت جدا میکنم. سوال ها عموما ساده هستند، منطقی هستند، بعضا سوال های فنی هستند. عموما مشکل نیستند. قبول سلامت باشید. حتما ما را همراهی کنید. در بخش سوال و جواب فعال باشید. شاید که قبول بختیار شاید که امروز مکافات پولی نصیب شما گردد و این بگاهی یگان طلبخانه روید. سلامت باشید. خب شنوندگان عزیز 5505 بودند. بختیار خود رو معرفی کردند. از شهر مسکو در کار هستیم گفتند و سرود در اجرای مدینه و خجسته میرزاولی مدینه نظر و خجسته میرزاولی درخواست کردند. خب سرود هنو رفته است بود اینجا نارنجی یک جا میشنویم. بعد از سرود بخش سوال جواب را شروع میکنیم. هر که در ادامه من سرودی درخواستی این نفر را حتما پخش میکنم. شنونده عزیز را حتما سرودش را پخش میکنم. بعد از 2 دقیقه و 30 ثانیه دیگر الکی آماده باشید با بخش سوال و جواب. Mama Music. خودت گفتی به وقت گل میایی جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی گل عالم تموم ای گل عالم تموم شد کی میایی جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی جوم نارنجی رخسار نارنجی فرار شهر تو شدم ز دست نارنجی آخ یار نارنجی رخسار نارنجی خراب صحراها شدم ز دست نارنجی جوم نارنجی رخسار نارنجی فرار شهر تو شدم ز دست نارنجی آخ یار نارنجی رخسار نارنجی خراب صحراها شدم ز دست. خب دوستان عزیز فرصت رسید که بخش سوال و جواب را شروع کنیم. فرصت فرا رسیده است و من انتظار زنگ و نامه های
درخواست شما هستم و اینجا بخش سوال جواب رو شروع کردیم. اگر نفری باشد در خط علاقه میتواند زنگ بزنند. من آماده هستم که خب بخش سوال جواب رو با یکی از شمایان شروع کنم و امیدوار هستم که غالب خواهید برآمد. هیچگاه ناامید نشوید. هیچگاه ناامید نشوید. هر روز زنگ زدن گیرید. خب برد کنید. خب وقتی باکی ندارد میتوانید شرکت کنید هر روز در بخش سوال جواب. یگان محدودیت ها در بخش سوال جواب برای شرکت کردن نیست عزیزان. هر نفری که خواهش دارد میتواند زنگ بزند. محدودیت ها عموما نیستند عزیزان دل. هر نفری که خواهش شرکت کردن در بخش سوال و جواب را دارد من آماده هستم زنگ شما را قبول کنم و خب با شما بخش سوال و جواب را شروع کنم. از همین خاطر هیچگاه خب چی میگم دل خسته نشوید، دل شکسته نشوید، آماده باشید و میتوانید زنگ بزنید. تلفن ها در استودیو فعال هستند. 8967 111 56 46 8965 151 0410 میتوانید زنگ بزنید و من الان با یک از شمایان شروع میکنم بخش سوال و جواب را. سوال ها ساده هستند، مشکل نیستند. سوال ها ساده هستند. در حقیقت کمک منطق لازم، کمک فکر کردن لازم. سوال ها منطقی هستند، بیشترش سوال ها منطقی هستند. به هر حال من نظر میکنم یگان مشکلی در سوال ها نمیبینم. راست یگان مشکلی در سوال ها نمیبینم و امیدوار هستم که نفر پیدا میشود با سوال با چهار سوال جواب میگردونید و غالب میشوید در بخش سوال جواب. از همین خاطر فراموش نکنید ما را همراهی کنید. اینجا ادامه دارد بخش سوال و جواب. شنوندگان عزیز برنامه مستقیم ما و شماست. روی موج رادیوی موجیر صدای ما را مستقیما میشنوید و همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب و نکلاس که طریق نواری آنلاین ویدیویی میتوانید هم شنید و هم دید. و دوستان عزیز پیوست شدن ابونه شدن یعنی که پیوست شدن با صفحه های رسمی رادیوی موجیر در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب و نکلاس که اینستاگرام فراموش نکنید ابونه شوید و همیشه از خبر و گزارش‌های داخل و خارج تاجیکستان برنامه‌های فرهنگی و فراغتی گوش کنید و لذت ببرید و از همه خبر واقع‌ها آگاه باشید. همچنین چون چی میگن زمان پیشرفت از تکنولوژی علم و دیگر ما نیز عقب نماندیم و در خط اینترنت رادیو نیز پیوست کردیم که همه رادیو الحال هستند در خط اینترنتی و پلی مارکت تلفن می دارید. خب در جای جستجویش یعنی که می نویسید به حرفای یعنی کریلیتی تاجیکی که خودمون چگونه می نویسیم رادیوی موجیر می نویسید پیدا می شود زمینش در خاطر تلفنتون حفظ میکنید و 24 ساعت در کدام گوشه دنیا که قرار نداشته باشید می توانید صدای ما را شنید 24 ساعت مستقیما. یعنی که از پلی مارکت تلفن در آمده رادیوی موجیر برنامه رادیوی موجیر برنامه رادیوی موجیر رو اسکچاپ میکنید زمینش رو و 24 ساعت می توانید ما رو در هر کجایی که قرار داشته باشید مستقیما شنوید. تلفن ها رو بار دیگر تکرار میکنم. 8967 111 56 46 8965 151 0410 اینجا استودیو مرکزی رادیو موجیر است و پخش مستقیم برنامه ما و شما ادامه دارد. بخش سوال و جواب است. بخش سوال و جواب است. وقت ناقدر زیاد است عزیزان دل. اگر کی نفر زنگ زدن باشد مرحمت زنگ بزنند. یگان جای ترسش هم نیست، یگان جای مشکلی هم نیست. خب دانستید خوب ندانستید یگان باکی نیست. میتوانید هر لحظه هر روز میتوانید شرکت کنید. خب سرودهای درخواستی هستند اینجا. من سرود درخواستی بختیار رو که چند لحظه پیشتر از شهر مسکو زنگ زدن پخش میکنم در اجرای خجسته و مدینه. یک جمعه شنویم سرود عزیزم رو و بعد از سرود باز ادامه میدیم بخش سوال و جواب رو. Ay
3028 زنگ میزند. الو سلام علیکم، روزتون بخیر شادی باشد. در پخش مستقیم قرار دارید، شما رو گوش میکنیم. سلام علیکم. سلام. میخواهید در بخش سوال و جواب شرکت کنید؟ خود رو معرفی میکردید؟ میشنوید مرا؟ میگویم خود رو معرفی میکردید. اسم شما؟ متاسفانه علاقه قطع شد. 3028 زنگ زدند. همین قدر فهمیدم که بخش سوال و جواب گفتند. خود رو معرفی نکرده، علاقه قطع شد. سرود رو خب نمیدونم برای چی زنگ کوتاه میشود و خب به هر حال سرود رو ادامه میدیم. از شنیدید و فراموش نکنید بخش مستقیم برنامه ما و شما ادامه دارد روی موج رادیوی موجی، همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب و کلاس که طریق نواری اونلاین ویدیوی ما رو لایو تماشا میکنید و هم میبینید. تلفن ها برای تماس فعال هستند 8967 111 56 46 8965 151 0410. خب دوستان عزیز، ادامه میدیم صحبت رو. کمی دیگر فرصت داریم و اگر زنگی باشد در بخش سوال و جواب من آماده هستم. 29 ساعت در مسکو 14:52 است. امروز 31 ژانویه 2020 سال است. دوستان عزیز، بار دیگر خاطررسانی میکنم فراموش نکنید امروز شام امروز، یعنی که همین روز 31 ژانویه شام همین روز از ساعت 18:00 به وقت مسکو تا ساعت 19:00 به وقت مسکو پخش مستقیم برنامه حقوق شما در روی موج رادیوی موجی برگزار می‌گردد.
و در اینجا حقوق‌شناسان سوهای مهاجرت شرکت میکنند. میتوانید که سوالهای خود را مستقیما زنگ بزنید با شماره‌های استودیو مرکزی رادیو مهاجر و با سوالهای خود جواب‌های مشخص گیرید. تلفن ها رو بار دیگر تکرار میکنم. عین حال با همین شماره ها میتوانید زنگ بزنید در بخش سوال و جواب شرکت کنید. 7801 زنگ بزنید. من علاقه پی بردم این نفر که سلام علیکم، روزتون بخیر شده. خود رو معرفی کنید. خب فضیلدین شما خوب هستید؟ به هر حال توانستید زنگ زدید. از آن که توانستید و زنگ زدید تشکر میگویم و میخواهید در بخش سوال و جواب شرکت کنید. فضیلدین آماده باشید. من به شما سوال رو پیشنهاد میکنم و 30 ثانیه وقت جدا میکنم. با دقت باشید. اگر امروز برد کردید شما مبلغ مکافات پولی 7500 روبل رو برد میکنید. از همین خاطر فیض‌الدین وقت نه اونقدر زیاد است. آماده باشید. من به شما سوال را پیشنهاد میکنم. خب سوال این گونه است: از عدد 25 چند مرتبه میتوانیم عدد 3 را کم کنیم؟ وقت رفت. من بار دیگر سوال رو تکرار میکنم. از عدد 25 من سوال رو بار دیگر تکرار میکنم. با دقت باشید. سوال منطقی است. از عدد 25 چند مرتبه میتوانیم عدد 3 را کم کنیم؟ 10 ثانیه دیگر دارید فیض‌الدین. فکر کنید. امیدوار هستم که سراسیمه نشوید. 3 ثانیه دیگر دارید و وقتی شما به انجام رسید فیض‌الدین. خب جواب شما از عدد 25 چند مرتبه میتوانیم عدد 3 را کم کنیم؟ جواب شما؟ خب در فکرتون استوار هستید؟ تغییر نمیدید؟ دلواده ندارید یا اینکه دارید؟ خب من جواب شما را قبول میکنم فیض‌الدین، لیکن متاسفانه جواب شما نادرست است. فیض‌الدین باور کنید جواب شما نادرست است. من به شما گفتم که با دقت باشید. سوالی منطقی است. به همین خاطر شما کمی غلط کردید. باکی ندارد. باز هم کتاب خواندن گیرید. باز هم ما را همراهی کنید. امیدوار هستم که جواب این رو میابید. تشکر برای زنگتون. باور کنید جواب نادرست بود. مرحبا. خب اسمشون؟ گلوف نصب است. اسمشون نمیدونید؟ خب حتما میرسانیم. حتما تبریک میگیم. حتما از شما. تشکر برای زنگتون. تشکر که ما رو میشنوید. سلامت باشید. خب عزیزان دل 7801 زنگ زدند. متاسفانه با سوال یکم کمی غلط کردند. این نفری است که با قوی اراده هر روز زنگ میزند، هر روز شرکت میکنه در بخش سوال و جواب. شما نیز همین گونه هیچگاه ناامید نشوید و هر روز شرکت کنید در بخش سوال و جواب. برد کردید، خوب باختید، باکی ندارد. یکم جای چی میگن شرم و حیاش نیست. هر روز میتوانید شرکت کنید. یگانه انسان از مادرش علیم به دنیا نمیآید. هست یکون سوالی که میدونید، هست سوالی که نمیدونید، باکی ندارد. از همین خاطر هر روز شرکت کنید. خب 7801 یک دوست خود، یک هم خدمت سابق خود رو که در ولایت سوخت خدمت کردن با نسب گولف امروز به خاطر آوردن که زاد روز دارد و گفتم که از نام من تبریکش بید و این نفر تمام خوشی‌های زندگی رو تمنا میکنیم از نام فیض‌الدین. همیشه خوشبخت باشند، همیشه با یاد آرام باشند و همیشه سربلند باشند، هیچگاه درد سر را نبینند. خب در اینجا که ما صحبت کرده ایستاده بودیم، یک نفر چند مرتبه زنگ زد. خواهش میکنم اگر آماده باشند زنگ بزنن، نباشد وقتی فرصت هم با برنامه جدا گردیدم نه اونقدر دیگر زیاد است.
خب در اینجا حلقه زنگ است 73 10 زنگ میزند. الو سلام علیکم، روزتون بخیر شده. در پخش مستقیم قرار دارید، خود رو معرفی میکردید. خب زوربانو چقدر هستی شما؟ خوب شنونده عزیز، میخواهید در بخش سوال و جواب شرکت کنید؟ خب اگر مخفی نباشد یک چیز پرسم زوربانو، کدام سال مکتب میانه را ختم کرده اید؟ سال 2015. خب از کجا زنگ میزنید زوربانو؟ از کجا زنگ میزنید؟ از کجا زنگ میزنید؟ از شهر مسکو. خب من با شما سوال رو پیشنهاد میکنم. نفهمیدم. کوشش میکنم. سوال منطقی است، مشکلی ندارد. 30 ثانیه وقت جدا میکنم. از دوستان نزدیکانتون کمک بگیرید، از گوگل دوگانه‌تون کمک بگیرید، از الیس هست نمیدونم از کی است. به هر حال جستجو کنید، حتما که پیدا خواهید کرد. خب زوربانو آماده باشید، من سوال رو پیشنهاد میکنم و فکر کنید جوابش رو. 30 ثانیه وقت دارید. دولتی را یابید که در نام همون کشور 40 حرف ای می باشد. وقت رفت، فکر کنید. بار دیگر تکرار میکنم. دولتی را یابید که در نام همون کشور 40 حرف ای می باشد. 10 ثانیه شما سپری گردید. 20 ثانیه دیگر دارید، فکر کنید. سوالی منطقی است. امیدوار هستم که جواب را میابید. خب 5 ثانیه دیگر دارید. بله 5 ثانیه دیگر رفته ایستاده است. 1 2 3. خب زوربانو وقتی شما به انجام رسید جواب را من از شما انتظار هستم. خیلی یگان دولت نیست. سوال این گونه بود. دولتی را یابید که در نام همون کشور 40 حرف ای می باشد. نیست؟ خب من جواب شما را قبول میکنم، یعنی که جواب شما را درست است، لیکن من به شما میگویم که هست. اکنون بشینید و جستجو کنید که کدام دولت هستید. هست این گونه دولت؟ جواب شما را نفهمیدم. 40 بله. کامل باور کنید میابید. بعد عجایبات هست، شما نیز بعد میگید که برای چی من این رو نگفتم، میدونستم و نگفتم. از همین خاطر جواب شما رو ما غلط حساب کرده قبول میکنیم و متاسفانه شما باختید. در آینده نیز میتوانید شرکت کنید در بخش سوال و جواب. ممنونیت نیست. سلامت باشید. تشکر برای زنگتون. روزتون بخیر و شادی باشد. سلامت باشید. خب دوستان عزیز 73 10 بودند. زوربانو عزیز بک و شنونده دیگری ما متاسفانه خب به سوال جوابی غلط گردانیدند. خب عزیزان دل، فرصت اجرا گردیده به برنامه به انجام میرسد. از همه شما تشکر که مرا شنیدید و همراهی کردید. سوالهایی که من اینجا تکرار کردم، پیشنهاد کردم به شنوندگان، شما بی‌طرف نباشید، نشینید جستجو کنید، پیدا کنید جوابش رو. اگر برای برنامه هم نه، برای خودتون نیز یگان غذای می شود، یعنی که غذای علمی می شود، غذای آموزشی می شود، یگان معنویات می بردارید. از همین خاطر دوستان عزیز جستجو کنید. سوال ها مشکل نیستند، کمی در فکر روید. اینجا زوربانو گفتند که این گونه دولت نیست. هست، باور کنید این گونه دولت هست. وقتی که یافتید اون دولت رو میگید که برای چی من این رو نگفتم، میدونستم نگفتم. از همین خاطر کمی مغز سرها آب کنید و نشینید و جستجو کنید. هیچ گپی نیست. برای خودتون یک چی میگن، یک آموزش می شود عزیزان دل. بسیار خوب است. تکرار مادر دانش است گفتند. اگر 100 دانه باشه یک بار از من نادان پرسم. خب عزیزان دل، از همه شما من جهانی سپاس میگویم که مرا شنیدید و همراهی کردید. اینجا استودیو مرکزی رادیو مهاجر است. بخش مستقیم برنامه ما و شما بود روی موج رادیو مهاجر عزیزان دل.
از همه شما تشکر. سلامت باشید و در برنامه‌های دیگر نیز ما را همراهی کنید.